سلام دوستای نازنینم، خوبین؟ بخیرین؟ شبتون بخیر. دوستای ترکیه‌ای ما بسیار گله کردن که تاج محمد چایایی به ایران خواندی و به فلانی خواندی و به ای خواندی به او خواندی، با ما نخواندی. ما بسیار در یک حالتی بدی قرار داریم و یک چیزی هم البته از خودشان است. باز من گفتم در خدمتتان. البته تقدیم به جوانای ترکیه شعر البته از من نیست، از خودی هم موقع ترکیه برم روی کردن که تاج محمد چایایی به ایرانی ها خواندی و به فلانی خواندی به فلانی خواندی و ترکیه های تقدیم به جوانای ترکیه. خسته و دل بیقرارم اردوغان، با غم و غصه دچارم اردوغان. خسته و دل بیقرارم اردوغان، با غم و غصه دچارم اردوغان. آنقدر بر شهرتان دل نبستم، آنچنان بر شهرتان، گرچه به شهر و دیار مردگان. به دل نبستم آنقدر، دل نبستم آنچنان بر شهرتان، گرچه به شهر و دیار اردوغان. خسته و دل بیقرارم اردوغان، با غم و غصه دچارم اردوغان. جانم باشه مگر با دو چشمی اشک و بار مردگان. تا در این جانم مانه مگر، گرچه چشمی اشک و بار مردگان، با دو چشمی اشک و بار مردگان. خسته و دل بیقرارم اردوغان، با غم و غصه دچارم اردوغان. او کسی میفهم اگه من چی میگم؟ سوال او را گشتم بگذم. بر حال زرد و زاری ما دور از خشت و تبار مردگان. رحم کن بر حال زرد و زاری ما دور از خشت و تبار مردگان. خسته و دل بیقرار مردگان، با غم و غصه دچار مردگان. شود یک روز بیا از ما بپرس، آرزو مندی چی کار مردگان.
مردخان خسته و دل بیقرار مردخان با غم و غصه دچار مردخان مشکلات روزگار سربلند و استوار مردخان با هزاران مشکلات روزگار سربلند و استوار مردخان خسته و دل بیقرار مردخان خسته و دل بیقرار مردخان با غم و غصه دچار مردخان با غم و غصه دچار مردخان دوستای نازنین میگه دور بشکن از سخنی، چون که چندین بار دوستایی که در ترکیه زندگی میکنن چایابی سیب رقم که رقم دیگه اونا زبانی مرا نمیفهمه، ایرانی ها که از میفهمن یکون تشکر نفهمن دیگه شم میفهمه. او ترکیه چی میفهمه؟ دسته گپی ما و شما او یک گپ میزنه تا میته زبانش ما 40 گپ میزنیم. گپی از او بسیار مشکل است فهمیدنش. خدا زبان اردوغان گشنمی همون سیاش بگذه. حاجی رحیم کندزی خوب هستی برادر؟ جان و جور است؟ صحتت خوب؟ کجاست؟ درک سرک نیست والا. هیچ دیده نمیشه. من می مقاومت میکنم گفته هیچ معلوم نیست چی کردی چی نکردی. با خدا در گرفتم مکو. اگر روشنی هست نیست میام بیام نیام